خب بچه ها شروع میکنیم با اولین قسمت از اولین درسمون. Das Deutsche Alphabet، الفبای آلمانی. ببینین یه ویژگی مثبتی که زبان آلمانی داره و خیلی کمک میکنه به یادگیریتان اینه که اکثر حروفش برای شما آشناست، یعنی شما همه اینا رو توی انگلیسی دیدین و کلاً هم 4 تا حرف اضافه داره از زبان انگلیسی. یه خوبی دیگه‌ای هم که داره اینه که شما کلمات رو همون طوری که می‌نویسین می‌خوانین توی زبان آلمانی و این خیلی کمک کننده است به شما. شروع می‌کنیم با اولین حرفمان. اولین حرف ما آ هستش و صدای آ میده. دقت کنین بچه‌ها، اون کروشه‌ای که اون کنار باز شده اون اسم حروفه میگه. مثلا اسم من شیرینه. وقتی که یکی بهم بگه حروف اسمت بگو، میگم شین ی ر ی نون، در صورتی که صدای ش ی ر ی نمیده. اینم همینه. حالا اونایی که تو کروشه است اسم این حروفه و صداشان هم من براتون الان میگم. آ صدای آ میده. ب صدای ب میده. ت ببینین ت صدای ت میده. ت یعنی یه ت و یه س کنار همن. ت. ولی توی کلماتی که از زبانهای دیگه وارد این زبان شدن یکم متفاوته. مثلا کامپیوتر یه کلمه انگلیسیه، وقتی که وارد زبان آلمانی میشه همون کامپیوتر تلفظ میشه. فهمیدین؟ وقتی که کلمه از زبان دیگه‌ای وارد بشه معمولاً جوری که توی همون زبان اصلی هست تلفظ میکنیم. حرف بعدی د هستش و صدای د میده. حرف بعدی ا هستش. ا دقت کنین ای انگلیسیه اما ما بهش میگیم ا و صدای ا هم میده. حرف بعدی اف هست، صدای ف میده. حرف بعدی گ هست، صدای گ میده. ببینین بچه ها اینه کلن چیز کنین ها، معنا متفاوت ها رو براتون علامت میزنم. یکیش ا بود و صدای ا میده به جایی که صدای ای بده. کلن انگلیسی فراموش کنین، ای انگلیسیه اما اینجا ا هست و صدای ا میده. و حرف بعدی بود گ با این که جی هست توی انگلیسی اما اینجا اصلا هیچ صدایی از ج نداره، شما کلن گ تلفظش میکنین. حرف بعدی ها هست، صدای ه میده اما اگر وسط یک کلمه بیاد معمولا تلفظ نمیشه و همون یک کشش ایجاد میکنه که جلوتر براتون تو مثال ها میگمش. حرف بعدی ما ای هست، صدای ای میده. ببینین حالا علامت میزنم براتون که متفاوت باشه. ای صدای ای میده. کلن آی انگلیسی فراموش کنین، اینجا ای هست و صدای ای میده. حرف بعدی ما یوت هست و صدای ی میده. ببینین جی انگلیسی بازم فراموش کنین، اینجا اسمش یوته و صدای ی میده. یوت صدای ی میده. حرف بعدی ما کا هست، صدای ک میده. ک. حرف بعدی ال هست، صدای ل میده. حرف بعدی ام هست، صدای م میده. م. حرف بعدی ان هست، صدای ن میده. ن. حرف بعدی ما او هست، صدای او میده. و حرف بعدی پ هست، صدای پ میده. پ. حرف بعدی ما کو هست و صدای کو میده. کو صدای کو میده. حرف بعدی که یه مقداری تلفظش متفاوته اغ هست. اغ و صدای غ میده. غ. ببینین غ خیلی از ته گلو میاد، یه حرفی بین خ و ر هستش. غ. غ. هرچند خیلی ها من دیدم نمیتونن خوب تلفظ کنن، مثلا همون ر میگن به جای ار، میگن مثلا به جای غ میگن ر، یا حتی دیدم ق هم استفاده میکنن. دیگه واقعا بستگی به شما داره ولی درستش غ هست. غ. حرف بعدی ما اس هست که گاهی صدای ز میده، گاهی صدای ش میده و گاهی صدای س میده. بستگی به کلمه شما باید داره. حالا توی مثال ها براتون میگم ولی خب شما در نظر داشته باشین که این معمولا همون صدای س و ز میده. حرف بعدی ما ت هست، صدای ت میده. حرف بعدی او هست. او. ببینین اینم یکی از اونایی که یکم متفاوت تلفظ میشه. او و صدای او میده. حرف متفاوت بعدی ما
فاو هست. فاو. ببینین اینجا برخلاف انگلیسی این حرف ف تلفظ میشه. ف یعنی صداش با همون اف برابره، یکیه. یعنی اف و فاو صدای ف میدن هر دو. حرف بعدی ما و هستش. و. ببینین دبلیو رو کلن فراموش کنید و بدانید که صدای و میده این حرفم. حرف بعدی ما ایکس هست، صدای ایکس میده. حرف بعدی بازم یک کوچولو متفاوته، حالا من با رنگ سبز نشانش میدم. بهش میگیم اپسیلون. اسمش اپسیلونه و صدای او میده یا صدای او میده و اگر آخر یک کلمه بیاد معمولا همون صدای ای میگیره به خودش. مثلا کلمه پارتی. پارتی از انگلیسی وارد شده دیگه، حالا اینا بهش میگن پارتی. حالا اون پارتی اینجا صدای یه میده آخرش، میشه پارتی، یعنی صدای او نمیده. کلمه بعدی ما که بازم متفاوته ست. ست. اینجا کلن دیگه زد، اینجا زد خوانده نمیشه این حرف. ما بهش میگیم ست. ست. مثلا شهرت کسی اگر مظفری باشه و بیاد اینجا بهش میگن متصفقی. متصا ست تصا، انگار یه ت و یه س و دوباره یه ت هست. متصفقی. حالا مثلا به یه آقای مظفری یا متصفری اگر نتونین غش تلفظ کنین. ببینین حالا این ستای بعدی که میبینین اوملاوت داره. اگه دقت کنین اون بالا نوشته اوملاوت، براتون علامت بزنم اینجاش. اوملاوت به اون 2 نقطه‌ای میگن بالای 3 از حروف آلمانی میاد. ببینین اون 2 نقطه رو بهش میگن اوملاوت و وقتی که میاد روی این حروف یه تغییری ایجاد میکنه و اینم بدانیم که فقط بالای این 3 حرف میاد. آ، او و او. آ، او و او. تغییری که توی صدا ایجاد میکنه، آیی که 2 نقطه میاد روش و اوملاوت میشه صدای ا میگیره. به همین راحتی صداش ا میشه. اویی که 2 نقطه میاد روش صداش او میشه. او. انگار که دهنتان گرد میکنین، رو به بستن میبرین. او. صدا تغییر میکنه. و اویی که 2 نقطه میاد روش صدای او. ببینین همون او میشه ولی انگار یکم متفاوت میشه، انگار میخواین دهنتان ببندین. او. ببینین الان دوباره از اول هر 3 تاشانو براتون تلفظ کنم. آ اوملاوت صدای ا میده. او اوملاوت صدای او میده. او اوملاوت صدای او میده. او. و حرف بعدی که فقط در زبان آلمانی داریم این هستش که قیافش شبیه بتا توی ریاضی هست، حالا اگر ریاضی بدانین، و صدای س میده. س به همین راحتی. یعنی بعضی از کیبوردها که این حرف ندارن ما میایم مینویسیمش، بذارین تا براتون بگم، ما میایم 2 اس میذاریم به جاش. 2 اس هم همین صدا رو میده. بهش میگن است. اسمشه اما خب همون صدای س میده. خب حالا میریم سراغ یه سری ترکیبات ثابت توی زبان آلمانی. حروفی که کنار هم قرار میگیرن همیشه یک صدا رو ایجاد میکنن. اولین 2 حرفی که کنار هم قرار میگیرن و یه صدا رو ایجاد میکنن حرف ا و ای هست. ا و ای. اینا رو کنار هم صدای آی میدن. آی. مثالا رو نگاه کنین. ماین یعنی مال من. غایش یعنی امپراتوری. 2 حرف بعدی که کنار هم قرار میگیرن یه صدا ایجاد میکنن ای و ا هست. ای و ا کنار هم همیشه صدای ای میدن. ای. مثالا رو نگاه کنین. دینست یعنی کار. زیبن یعنی عدد 7. زیبن یعنی عدد 7. 2 حرف بعدی که کنار هم قرار میگیرن صدای ثابت ایجاد میکنن حرف س و ها هست. اما این 2 حرف 3 صدا دقیقا ایجاد میکنن. گاهی صدای ک میده، گاهی صدای خ میده و گاهی صدای ش میده. ش. ببینین شی ضعیفه. شی هست که
انگار زبان به پشت دندان ردیف بالا چسبیده. و مثالاشو نگاه کنین. اولین کلمه باوخ هست. باوخ به معنی شکم. باوخ. نگاه کنین قبل از اون سه های آخر یه او آمده. این باعث میشه که صدای خ بده. و کلمه بعدی بوخ هست. بوخ که بازم او قبلش آمده و باعث میشه که صدای خ بده. یعنی کتاب. بوخ یعنی کتاب. و کلمه بعدی که یه فعل هست ماخن. ماخن. ماخن یعنی انجام دادن که قبلش هم آ آمده. پس میتونیم یه نکته رو بگیم. اگر قبل از سه ها آ، او و او بیاد صدای خ میده. خ. حالا بریم سراغ مثال بعدیش. ای، سه و ها کنار هم که دارین میبینینش صدای ش میده. سه ها اینجا صدای ش میده چون که آخر کلمه آمده. ایش. ایش. ایش یعنی من. ایش به معنای من. و کلمه بعدیش هم که نگاه کنین یه اس بعد از همون سه ها آمده. با رنگ دیگه مشخص میکنم. اینجا میگیم زکس. زکس چون که چسبیده به اس هست و ما نمیتونیم ش و سر با هم کنار هم تلفظ کنیم. فکر کنین شس. اصلا شدنی نیست. بنابراین که خوانده میشه اینجا. میگیم زکس. زکس یعنی عدد 6. و توی کلمه بعدی مثال بعدی هم شف. 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 شف یعنی رئیس. سه ها اول آمده بنابراین صدای ش میده. میریم سراغ ترکیب بعدی. توی ترکیب بعدی اس، ت و ها. اس، ت و ها کنار همن. اینجا دقیقاً صدای ش خودمانه میده. ش شیرین، شاهین، شهر، شهرستان. همون شی که خودمان میگیم. مثالاش هم نگاه کنین. شیغم. شیغم به معنای چتر. شیغم به معنای چتر. و شوله. شوله به معنی مدرسه. شوله به معنی مدرسه. اینا رو یه جا یادداشت کنین. یعنی تو دفترتون بنویسین هر چیزی که میگم. ترکیب بعدی ما ت، س، ت، اس، ت و ها. ت، اس، ت و ها. این ترکیب کنار هم همیشه صدای چ میده. چه. چه که تو فارسی داریم. چرا، چگونه، چطور. این صدای چ میده. الان این کلمه‌ای که دارین میبینین خوانده میشه دویچلند. دویچلند یعنی آلمان. همون دویچلند. و کلمه بعدی هم که ببینین همون ت، اس و ها اولش نوشته شده چوس. چوس. چوس صدای چه داده. چوس یعنی خداحافظ. هم خداحافظی دوستان است. ترکیب بعدی که داریم میبینین صدای آو میده. آ و او هست. صدای آو میده. اولین مثالش آوخ. آوخ یعنی همچنین. آوخ. و مثال بعدیش آوفگابه. آوفگابه یعنی تمرین. آوفگابه. ترکیب بعدی ت، ای، او و ان هست. ت، ای، او و ان صدای تسیون میده. تسیون انگار یه ت به یه س میچسبه. تسیون. مثالاشو نگاه کنین. لکسیون. لکسیون یعنی درس. لکسیون. اینفورماسیون. اینفورماسیون یعنی اطلاعات. اینفورماسیون. حالا بریم سراغ ترکیب بعدی که قطعا جدیدم هست براتان. اس زمانی که به ت بچسبه، اس زمانی که به ت بچسبه صداش تبدیل به ش میشه. یعنی اس ما صدای ش میده. الان مثالا رو نگاه کنین. اشتال. اشتال. البته اش میگم که قشنگ مشخص بشه که شه وگرنه چیزی به نام اش نداریم. باید بگیم شتال. شتال. شتال یعنی استبل. و مثال بعدی شتات. شتات. شتات یعنی شهر. و وقتی که اس کنار پی هم بچسبه، وقتی که اس و پ به هم میچسبن بازم صدای ش میده. ببینین شپورت. شپورت. شپورت یعنی ورزش. شپورت یعنی ورزش. شپاغن. شپاغن یعنی صرفه جویی کردن، پس انداز کردن. خب
ترکیب ثابت بعدی ما ا و او کنار هم هست. ا و او کنار هم دیگه صدای اوی میدن. اوی اوی. مثالش نگاه کنین. ankreuzen ankreuzen یعنی ضرب زدن. و مثال بعدیش مویته مویته یعنی دسته. مویته یعنی دسته. میریم سراغ دو حرف بعدی. آ اوملاوت و او کنار هم صدای اوی میدن. یعنی مثل بالا تلفظ میشن، یه جور تلفظ میشن این دوتا. صدای اوی میدن. aufräumen aufräumen یعنی مرتب کردن. aufräumen. مثال بعدیش تویشن تویشن یعنی گمراه کردن، گول زدن. حالا میریم سراغ ترکیب بعدی. ببینین ای و گ کنار هم دیگه دو حالت تلفظ میشه که واقعا بستگی به لهجه داره، یعنی هر دو حالتش درسته. یکیش ایش هستش، یعنی ای و گ وقتی که آخر کلمه بیان یا صدای ایش میدن یا صدای ایگ میدن. ایگ. مثلا منی که آلمانی معیار خواندم، آلمانی که توی مثلا شمال آلمان رایجه، اونجا میگن ایش ایش. اما الان که دارم شمال اتریش زندگی میکنم میگن ایگ ایگ. خب مثالاشو نگاه کنین. wichtig 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 یعنی مهم یا همون wichtig wichtig. بستگی به خودتان داره که چجوری دوست دارین بگین. و مثال بعدیش هم richtig یا richtig که یعنی درست، صحیح. wichtig یعنی مهم، richtig یا richtig یعنی درست، صحیح. ترکیب بعدی ا و اغ کنار هم هست. ا و اغ کنار هم دیگه وقتی که در پایان یک کلمه میان صدای آ میده معمولاً. آیی که به سمت ر میره اما شما نمیشنوینش خیلی. مثلا مثالش نگاه کنین. موتا 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 یعنی مادر. تقریبا موتا گفته میشه ولی خب یه مقدار انگار آش میخواد به سمت یه ری بره. موتا موتا یعنی مادر. و کلمه بعدی هم زاوبا زاوبا یعنی تمیز، پاکیزه. زاوبا.